سلام دوستان، وقتتون بخیر. امروز قراره که یه نکته خیلی مهمه از آموزشگاهی بهتون بگم. نکته امروز در مورد تست دت یا کمس مستقیمیه که در مورد AHG یا آنتی هیموگلوبینی که دارین استفاده میکنین حواستون باشه که یک نکته اول این که آنتی IgG باشه و همچنین آنتی C3D. مثل اینجا نباشه که فقط مثلا تریتمنتتون انگار فقط آنتی IgG. خب حتما اون سفارشی که میدیم از شرکت بهش این نکته رو متذکر بشید که خاصیت آنتی C3D و همزمان آنتی IgG رو داشته باشه که اون تست دتی که انجام میدیم بتونه کامل RBC های آغشته به IgG یا C3D که جزئی از سیستم کامپلمان هستن رو شناسایی کنه.